میکشمت. فقط به پا نمیره. من مأمور خروجم، پاسم ازم گرفتم. تو غلط میگی. بابا میره. نمیذارم کسی واسه زندگی تصمیم بگیره. خب بابا توی این دور زمونه انتخاب خانوماست و هر کسی با انتخابشون مخالفت کنه باید به فکر جونش هم باشه. خانم به خدا من اشتباه گرفتی، من از اوناش نیستم. بابا من اشتباه گرفتی. فقط میخوایم با شما صحبت کنیم. آقای گومرته جانم، پای خواستگاری که وسط میاد اون وقت کار انتخاب با مشکل. شوهر من چی کار داری؟ من خوردم. چون انتخابات جور و جورن. خاک تو سرم، زود پاشین خواستگار اومده. یک انتخاب باستانی، یک انتخاب ایتالیایی، گوشتم داره، ماهیه، پشه. نه وجدانن اگر ایشون اهل الواتی، عیاشی یا رفیق بازی هستن همین الان ما بدونیم. یک انتخاب گیج و ویج. جلوی آینه این پا و اون پا میشن، از تب عشق اون گوله آتیشن. خوابشو ببینی، منو از این خونه دست کنی، دست مشوقتون میگیری بیارین تو خونه مادر من. آره خیلی خوبه. نه البته اوضاع ثوابت و سیارات نشون از اون داره که بله، به میمنات و مبارکی هم بله. مگر از تو دختر خوشگل ترس ندارم. همچی یارو زدین شل و پل کردین انگاری دستگاه کمبان یه بار سرتر روی یارو رد شده. برای انتخاب حتی دست به دامن فالگیر و رمال هم میشن تا زودتر بگن. بله. مبارک ایشالا، به پای هم پیر شد. انتخاب ماهایا پتروسیان، فتح علی اویسی، مهران غفوریان، در این مورد داشتیم به کشتنم میدادیم. داوود ناقور، نگین صدق گویا، مهشاد مخبری، برزو ارجمند و آناهیتا نعمتی. به نظر تو انتخاب اگه یه دختر از یه پسر خواستگاری کنه بده؟ فیلمی به کارگردانی تورج منصوری، تهیه کننده جلال قزل عیاق. گل من با تو شکفتم، کاش خدا که مهر